کشاده ماندنی بندی پای با بهانه مد امروز بیشتر به نظر می رسد. یعنی جوانان هم دختران و هم پسران امروز پای افضال خود را با جوراب های کوتاه می پوشند که در نتیجه بندی پای آنها کشاده می ماند. حالا که هوا سرد است به این گروه جوانان بیماری ها تهدید می کند. وابسته به همون جامعه که چقدر قبول میکند باید همون چیز را به بر نماید. نرماله. هر کس هر که وای میپوشد کوتاه دراز هیچ گفته نمیشه نمیدونم. این ممکن نیست خیلی جروبی کاتل پوشیدن. آری اودو هم نیست یکمش. بعد این برای سلامتی ضرر دارد. اما معصومی پوشن اگر زمستان نپوشن. دراز پوشن کالت کوتاه بری تاجیکان نمیشه بعد. خیلی کم بعضی یک بار میکنه دیگه بعضی میپوشن. من نمیشم. آقا شوق نیست به خیلی پاک. نه که همه خوشش به بالا. ده چی پوشیدن آدمایی که پاش به پروانه گیره پوشیده که شمی گیرم مثلا من. وقتی هوای گرم به همایش برای کاوش عرق نکردم پوچکی چاق نکردم. وقتی هوای سرد به ممکن نه وقتی پوشیدم. از روی گفتی من این برای سلامتی البته زیان هازیمی محبوب پوشیدن. سلامتیشون نگاه دارم با بهتر ده آینده به شهر میبرند فرزنددار میشن. وقتی که پدر و مادر یا آچی و بیبی ها میگن برای آنها وای نه این سخن معقول نه یا پسند نمیکنن یا زمان دیگر شکفته جواب میگن. اکنون سن سال ما بوده اخلاق کارا نبوده اخلاق قاعده نبود. ما کنم از بچه خودشون چقدر ماده میکنم نمیدونم تیپ ماده بوده گسته اکنون نمیدونم منم. نظر جوانان را به این مسئله هنگام گذرانیدن پرسشی سری راهی معین کردیم. قسم زیادی آنها بر آن نظرند که پوشیدن لباس وابسته به موسم راه اندازی کرده شود تا به سلامتی انسان خطر ایجاد نگردد. به عقیده شخصانی کلانسال باشد کشاده بودن بندی پای معقول نیست. آنها میگویند امروز باید جوانان و نورسان سلامتی خود را احتیاط نمایند برای آنکه سن و سال آنها به 30-35 نرسیده به هر گونه بیماری ها مخصوصا تربات گرفتار می شوند که آن عاقبتی خوب ندارد. فرزان محمدی یک فعال جامعه بر آن نظر است که این نمودی طرز جوراب پوشی در بین جوانان تقلید از دیگر دولت ها می باشد ولی شخص باید در فصل زمستان از جوراب های قوس و گرم استفاده نماید. البته هر یک دور و زمان به خود خاص مثلا طرز لباس پوشی خود را دارد و هر جوانی که مثلا در این حوزه شرایط زندگی میکنند میخواهد با یگان شکل با یگان طرز از دیگرها فرق کردن میخواهد. مثلا وقتی ما در اروپا و در اون دیگر کشورها بودیم مثلا اونها در همین لب‌هایشان در مثلا نزدیک گوش‌هایشان حلقه‌های کلام ماندگی پسر بچه‌ها این را یک طرز نوگانی در حیات خودشان می‌دونن. پوشیدن پایپوش‌ها یا جورابی‌های کوتاه یعنی که بند پای را مثلا محکم نمی‌کنند این هم بفهم بیشتر همین اهمیتی مود بودن دارد و شاید اونها با همین طرز به سلامتیشون ضرر کردن شاید آگاه نباشن. البته حال امسال که مثلا سردی ها خنک آمد خوب بود که مثلا ما در تاجیکستان جورابی های دستی بافتی خیلی گرم و خوب داریم که میتواند مثلا بخصوص برای مردان و البته برای دخترهای جوان برای بچه‌های جوان هم برای حفظ سلامتیشون کمک کنند. دکتران میگویند که در فصل سرما شماره مراجعه ساکنان به بیماری‌های تربات بیشتر می شود. در این موسم باید لباس‌های گرم را به بر کرد تا خنک‌خواری پیشگیری کرده شود. ساکنان را ضرور است که مخصوصاً پای خود را گرم نگاه دارند. در عکس حال باشد شخص به بیماری تربات به اصطلاح ریوماتیسم گرفتار می شود. بیماری تربات در اینجا اصلاً استرپتوکوک‌های گروپ B میگویند بلند می شود و به موشک های پیوست کننده تاثیر می رساند که موشک های دل رو ضعیف می کند. بعد بیماری های دل سر می زند این فرق به آورده می رساند. برای همین تاثیر خود رو به دل می رساند که بیماری رو کاردیت می گویند شمال خوری موشک های دل. دکتران توصیه می‌دهند که جوانان نسل کلانسال طرز حیاتی سالم را پیشه کنند. لباس خود را به طور زمانوی انتخاب کرده سلامتی خود را از دست ندهند چون که سلامتی باعث خوشبختی انسان است نه لباس.
наврасон ҷавонон як тараф истода наврасон аллакай ба чунин бемориҳо гирифтор шуда истоданд. дар таҷрибаи кори ҳаррӯзаи худ мебинем, муроҷиат мекунанд, аллакай тарбот ҳастай, миокардит ҳастай, бисёр шудагӣ. ин ҳам яке аз сабабҳои асосиш аз беаҳамиятӣ дар фаслҳои сармо мебошад. ба дигар давлатҳо тақлид карда мана чӣ хеле ки мебинем банди поёшон кушода ҳастай, мана бурӯкошон кӯтоҳ ҳастай, наскиҳои кӯтоҳ мепӯшанд. ин ҳамаш ба бемориҳо аслан ба ғайр аз бемории тарбот боз бисёр бемориҳо хусусан ба безурётӣ оварда мерасонад. мана чӣ хеле ки мову шумо медонем ин масъаларо ҳам рӯз ба рӯз масъалаи безурётӣ зиёд шудагӣ дар мо. сабаби асосиш анамин фаслҳои сармо мебошад ки аз беэҳтиётии ҷавонон. гузориши ганҷина Олимова Наимҷон Айюбов ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.